این نخست شماره معرفت نشریه کالج آموزگاری دانشگاه کلاب است. سال 2019 به مناسبت 88 سالگی کالج تأسیس شد، ولی بعد نشر چند نسخه سکوت کرد. وقتی راهبران کالج عوض شدند، نشریه از چاپ ماند. خبرنگاران در قطع شدن فعالیت روزنامه رهبر فعلی کالج لطافت عدینه‌زاده را گناهکار می‌دانند. شما دستاوردی رو برهم دادین در کالج که در دهم 80 سال و میان اومده در 88 سال اون تأسیس یک روزنامه در این کالج چی بعدی داشت شما برهم معرفت در آغاز ماه 2 بار با حجم 16 صفحه نشر می‌شد. منبری دانشجویان و آموزگاران کالج بود که مقاله‌های شاگردانه و تحلیل‌های آنها را نشر می‌کرد. آن زمان 1500 نسخه نشر می‌شد. با تعیین شدن لطافت عدینه‌زاده به رهبری کالج روزنامه از چاپ ماند. خود لطافت عدینه‌زاده در نشست خبری گفت که در قطع نشر روزنامه دست نداشت. تو اومدن من و طبق شهادتنامه تمام شده بود و آخر از مهلتشان و ما از طرف وزیر فرهنگ حتی 2 مرتبه مکتوب داشتم که شما از همین تاریخ روز مبادا اگر اون شماره اش داره طبق همین خیل و وی جوابگاری کشیده میشوید. در روزنامه 5 نفر کار میکرد. کارمندان سابق روزنامه میگویند که گفته های خانم عدینه‌زاده ضد و نقیض است. گپ سر این بود که شما هر کارمند گفتیم که ما در جای گذشته مرکز تبع نشر میکنیم. این شما جواب. بحثی برهم دادن روزنامه در نشست خبری بود. در اینجا هم معلوم نشد که نشریه دیگر باره چاپ می شود یا نه. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.